بچهای خوش رو کدام زن داره خوب گوش کنه. من میدونم بین شما ده هست کسایی که 1 ساله 2 ساله نرفته پیش عروسوش. شبها حضرت در کوچه های مدینه میگشتند، محافظ نداشتند، تلخ نداشتند مثل حاکمای امروز بارین. اونا عادل که بودن، عدالت داشتن، از کسی هراس نداشتن غیر از خدا. امروز که اینها عدالت ندارن، ظالمن، بنابراین به 50 100 تلخ نمیگردن. حضرت دستشان دیرشان بود، کوچه ها شب ساعت 1-2 شب بود میگشت. نزد یک دیوار رفت، از داخل خانه صدای یک خانم بلند شد. حضرت حیران شدن، در این دل شب این خانم چی میگفته باشن؟ در او حضرت میدونن که اکثر مردها در جبهه بودن برای جهاد، برای خاطر همین پاسبانی میکرد حضرت امیرالمومنین عمر. رفتن نزد دریچه خانه، گوش انداختن که صدای بیت خانی یک زن بلند شد. این بیت میخوان، سرود میخوان. شاید خوشنامه نداشته ایده، ایالی به خوشنامه بودن. مضمون بیت عربی است، تو 4 مصرع فارسیش ترجمه همین است. او خانم میگفت، به خودش گناه کرده که خدایا اگر خوف تو نمی بود، اگر ترس روز قیامت نمی بود، اگر عذاب دهشتناک دوزخ نمی بود، این شب من هم مثل دیگر خانم های شوهردار در این بالای کراوات منم جنبیده می استاد. این یک جرم می‌آورد، منم راحت و معیشت میکردم. حضرت عمر وقتی که شنیده آب دیدشان جاری شد، رفت، گریهش آمد. رفتن نماز بامداد با گریه خواندن. گفتن عمر چی جبر کردی در این زنهای مسلمان با روان کردن شوهراشان به جبهه و به خط فراند؟ نماز خواندن، رفتن خانه. رسول خدا حضرت حفصه مادرمان دختر حضرت عمر است، پیش دخترشان رفتن. مثل حاکمای امروزه فرمان ندادن گیره حفصه رو پیش من بیاره، خودشان خیستن رفتن نزد دخترشان. در آمدن سلام کردن، نشستن، گفتن جان من حفصه، گفتن تو همسر هستی، تو مادر هستی، تو زن هستی، تو خانم هستی، تو به من راست گو، تو مادری همین مؤمنه هستی. به من گو که همین زن از جدایی شوهر تا چند وقت طاقت میتواند کرده، آخران این مهلت شگو. حضرت حفصه مادر من گفتن یا امیرالمومنین پدر بزرگوار، 4 ماه زن میتونه خوشه به شوهر نگه داره، این زنهای شوهردار. بعد از 4 ماه که گذشت، ماه 5م و 6م بی طاقت میشه، احتمال است اینکه برای خطا رو و خیانت کند، زیرا دیگه خوش کنترل کرده نمیتواند. خلاصه عقلش دیگر نمیتواند که پیش راه شهوت و نفس گیرد، احتمال است خیانت کند. 4 ماه فهمیده زندارا غمی زنات نکو خورید. حضرت آمدن فرمان برآوردن تمامی سردارای لشکر که کسانی که در خطای فرانت هستند همسر در خانه داشته باشند، از 4 ماه زاید اونها رو منع نکنید. 4 ماه کشید گردانده به وطن روان کنید، جاشان به قوه های نو برید، برای خاطری که زنهای مسلمان به شوهراشان خیانت نکنند و بیکار نشان. بنابر کدام همسر داره شوهرای عزیز، همسراتان فراموش نکنید. لااقل شما در 10 ماهگی روید که همین 2 ماه پیش او دستت خرسند شود و با بیایید. اما 2 سال و 3 سال و 5 سال و یک خیل ناجوان مرد پیش من، یک بچه، یک خانم به پسرچی دویم میخواندگیش خطی رفت. والله قسم حانسی های گو حضرت ایشان من این بچه است، من شوهر کردم. گفت 40 روز 45 روز شوهرم قطیم استاد، همون رفتگی الان تا حاضر نامده است، بچهش دویم میخوانه نامده است. من این خیلی ناجوان مرد هم هستن. حیف جوان مرده که خود در اینجا راحت کند و همسر در اونجا عذاب روحی کشد. اگر رفتون نمیتونی جوان مردی کردن، نمیتونی همسری کردن، نمیتونی او رو تأمین کردن، مردانه طلاقش کن. یک طلاق او بیچاره کل معلقه در بین آسمان و زمین نگردن. اگر خواهی باز که رفتی میتونی با گشتگیریش یک طلاقی کردی، 3 ماه پسای 3 سال پسای اگر زنی با وفا باشد برات استاد. لیکن که نخواستی او عده‌اش برات شوهر کند ده، مگر او در دام تو چسبیدگی است تو اینجا راحت کنی و اونجا عذاب کشد.
خدا قرآن برای ما این نهی میکند ولا تذروها کالمعلقه، زنها تان بین آسمان و زمین معلق نگاه نداره، نه زنشان میکنه که او راحت کند، نه سرشان میتید که او جدا شود و شوهر کند. مسلمان نباید این کار کنه. انشاءالله گمان دارم در بین شما این تو مردهای و این تو جوانهای بیناموس نبودگی است. همه شما انشاءالله جوانهای بغیرت و بناموس، زیرا که زن شیشه ناموس هر مرد است. هیچ مرد نمیخواد که همسرش ناراحت شود و همسرش خیانت پیشه شود و به خودش و به فرزنداش خیانت کنه. خواهش میکنم عزیزان من، نصیحت من فراموش نکنه. همسراتان با صدای تلفنتان با مهربانی و نوازش همیشه پرسیدی. ولی دادرای عزیز فراموش نکنید تا زمانی که اگر خواهرای ما، برادرای ما زندگی نامه پیامبر گرامی را نخوانند، تا اگر خواهرای ما و برادرای ما به قرآن و به حدیث های رسول اکرم شناس نشوند، من در زندگی ایشان زندگی شیرین دیدن نمیتوانم. هیچ وقت. برای چی فاطمه علی را احترام میکرد؟ برای چی علی رضی الله عنه فاطمه را احترام میکرد؟ چی اونها را وادار کرده بود؟ چرا؟ اونها را حکم خدا، اونها را ترس خدا وادار کرده بود که زندگی را درست کنید. اسماء دختر یزید که از مردم مدینه بود نزد پیامبر آمد. پیامبر با یارهای خود، با همنشینهای خود صحبت داشتند و ناگاه اسماء وارد مسجد شد و گفت پیامبر، ای فرستاده خدا، من اسماء دختر یزید از همین مدینه منوره می باشم. من سردار تمام زنهای مسلمان هستم، نماینده، سردار. و تو ای پیامبر گرامی هم پیامبر مردها و هم پیامبر زنها هستی. تو را خداوند هم به جانب مردها و هم به جانب زنها فرستاد و تو را رحمت برای تمام عالمیان فرستاد. ما در بین این جمعیت زنها مصلحتی داشتیم، مشورتی کردیم و در این مشورت یک سؤال بی جواب ما جواب نیافتیم و میخواهیم که همون سوال برای شما مطرح کنیم. جناب رسول اکرم گفتن بگو. گفتن اسماء چی سوال داری؟ گفت مردها شهوت‌های طغیانگری خود را در ما تسکین میکنند، یعنی از حساب ما همون شهوت‌هایی که اونها را ناراحت میکنند آرامش پیدا میکنند. در شکم خود 9 ماه ما فرزندای این مردها را میبرداریم و باز به یک مشکلات فرزندهای این مردها را تولد میکنیم. پیامبر گرامی، و این مردها در ثواب از ما باز گذشتند.
محبت‌های اونا در ما تسکین می‌یابد. فرزندای او را ما می‌برداریم، مشکلات‌های بیشتر در ما احساس می‌شود. چرا اونها در ثواب از ما گذشتند؟ چرا؟ آخر پیامبر گرامی، این مردها جمعه میخوانند، ما در خانه میشینیم. این مردها عید میخوانند، این مردها برای بیمارها را خبرگیری میروند، این مردها جنازه میخوانند، این مردها حج میروند، این مردها عمره میروند. ما باشیم در خانه لباس میشوییم، ما باشیم در خانه لباس میدوزیم، ما باشیم در خانه پاسبانی میکنیم، ما باشیم در خانه فرزندای اینها را تربیه میکنیم. پیامبر گرامی، حکم کن کار کی بیشتر است، کار کی بسیارتر است؟ و اینها از ما بیشتر ثواب میگیرند. پیامبر گرامی بسیار بسیار خرسند شد از این سوال اسما، بسیار بسیار در یک رغبت آمد و به سوی اصحاب گفت: ای بنده های خدا، تا این روز که من در بین شما هستم، آیا از کدام زن همین گونه سوال را بار شنیده؟ گفتن نشنیدیم. پیامبر به سوی اسما چی گفتن؟ گفتن اسما، تو نماینده زنها باشی، رو به تمام زنهای مسلمان بگو که همین مردهایی که نماز جمعه میخوانند ثواب میگیرند، عید میخوانند، جنازه میخوانند ثواب میگیرند، حج میکنند، عمره میکنند، بیمارها را خبرگیری میکنند، بازم این میدان جهاد میروند، ثواب که میگیرند. اگر شما هم اسماء گفت با همراهی همون توده زنها اگر در خدمت شوهر قائم باشید و شوهرها را از خودتان راضی کنید، از مردها دیده بیشتر ثواب شما نائل میشید. برادر عزیز، اگر شما شوهرها را راضی کنید و شوهرها از شما خرسند باشند، شما از این ثوابی که مردها در این عبادتها برخوردار میشوند میگیرند، از اینها در شما در پیشگاه پروردگار فیض و برکات زیاد میابید. چه مادرهای خوب قبلا بودند، چه مادرهای خوبی. من جمعه گذشته کمی از ام سلیم یادآور شدم، از سمیه یادآور شدم، از ملکه دختری مکندر یادآور شدم که اونها چه معامله هایی داشتند. چرا آن میراث گذشته زنها را امروز زنهای ما نمیگیرند؟ چرا؟ خدا در قرآن میگه فاین تذهبون، قرآن مانده کجا میرین؟ اخلاق، تربیه، معرفت، مدنیت همه در قرآن است. قرآن مانده کجا میرین؟ اگر آدمگری میخواهی، اگر معرفت میخواهی، اگر قدر و قیمت میخواهی، هم دنیا و آخرت، قرآن برای خود همچه یک رهنما قبول کن، از قرآن دور نشو. علامه جوزی رحمت الله علیه در کتاب خود میارد. ببینید، من این قصه ها را به خاطر آن میارم که فردا اگر مادر یا خواهر این صحبت ما را گوش کند و قسم به عزت پروردگار که غرض ندارم، یگان بدبینی نسبت زنها هم ندارم، بلکه پیامبر ما گفتن 3 چیز را در دنیا دوست می‌دارم، یکی زنهاست، ما نیز زنها را دوست می‌داریم. این دلالت ما برای خوبی های زن افاده میکند که ما محبتی به زنها داریم، ما دشمن نیستیم و ما خودمان از کجا آمدیم.
این دوستای خدا، این پیامبرها از کجا آمدن؟ همه اینا فرزندای مادرها بودن. زن کسی بد میبیند که او مدنیت گوی معرفت، فهمیش، عقل، ذکاوت ندارد. زن مالی نیست که انسان باید بد ببیند. زیرا پیامبر الدنیا متاعون و خیر متاعها المرأة صالحه میگوید بهترین متاع دنیا این زن است. گفت پیامبر بهترین متاع دنیا، بهترین نعمت دنیا. ولی وقتی که ما اطراف بعضی از مادرهایی که فقط نام مادری باقی مانده است ولی طبیعت درندگی در او پیدا شده است، میخواهیم همون طبیعت درندگی را به خاطر آیت قرآن که فذکر فإن الذکر تنفع للمؤمنین، خدا میگه بگو، پند بگو، آیت قرآن بگو، حدیث پیامبر بگو، زود است که وای از درندخویی نجات می‌یابد. زود است که این آیت‌های قرآن برای او ملهم می‌شود، برای او همچنان تبلت که می‌خرید سردردت می‌ماند، روده دردی معده دردی گم می‌شود. اینها همچنان داروهایی هستند که همون طبیعت‌های درندگی را، همون گویم ناکسی و ناآدمی را از جنس اونها دور می‌کنند. ما به خاطر این بیان‌هامان هست، به خاطر یگان دشمنی نداریم، غرض نداریم یا یگان سختی از جانب زنها نکشیدیم. ولی امروز درد یک برادر مسلمان، مکتوب یک برادر مسلمان، خانه ویران شدن یک برادر مسلمان، خانه ویران شدن ماست. علامه جوزی رحمت الله علیه در کتاب خود میگفت مرد زن دویم گرفت، زن دویم شو گرفت. شما ببینید مادرها را صداقتشان را ببینید، خدا ترسی را ببینید. زن دویم گرفت ولی زن اول را از زن دویم گرفتگی خود آگاه نکرد. چگونه که امروز برادرای عزیز ما هم از حساب که زن دویم میگیرند زنهای اول طلاق میطلبند. مرا طلاق کن، مادام در بالای من زن گرفتی، من به قدرترین زن بودم که بالای من زن گرفتی. پیامبر میگوید ایما امرأتین سألت زوجها الطلاق، هر زنی که اگر از شوهر خود طلاق طلب کند، گوید که مرا طلاق کن، پیامبر گرامی گفتن خبر به تو این است که بوی جنت به مشامت نمیرسد، بوی جنت به مشامت نمیرسد. برای چی طلاق طلب میکنی؟ تو میدانی که طلاق یهتز منه العرش، عرش خدا را در لرزه میدرارد. طلاق به نفع تو نیست، طلاق به فایده تو نیست، طلاق به فایده پدر و مادر، اولاد اجداد تو نیست. خلاص این مرد میگوید زن دویم گرفتم ولی زن اول خبردار نکردم. زن اول در همین بین آهسته آهسته درکدار شد که شوهرش زن دویم گرفته است. این علامه جوزی حکایت دارد. ولی زن خوب که بود، زن نیک که بود، چیزی به سوی شوهر نگفت. اگر گفت آذر من این بیان اگر آشکار کنم حتمی در بین ما جنگ و جنجال می شود، حتمی من زبان درازی می کنم، حتمی من سخنهای بالای می گویم، مبادای غضب خدا بالای من نشود. و سکوت برای خود اختیار کرد. ببینید زمانی شد میگه که این مرد از دنیا گذشت.
تا گذشتنی مرد تا جان به حق تسلیم کردن، زن اول از زن دویم گویا چیزی درک ندارد، گویا خبری ندارد و شوهر چیزی نمیگفت. از زن دویم ببین، زن دویم ها بگیره حال تا ببین او خانه دیگر از این دقیقه نمیتونی. برادر عزیز، بسیار تجربه ها ما بلند شد. از چی حساب؟ از حساب همین جنگ و جنجال هایی که برادرای عزیزی ما دارند، مکتوب هایی که در پیش من هست، تا جای آمد که زن اول در پیش ما تا این اندازه را اما از اون ملال نمیشوم. به خاطر چی؟ به خاطر که وقتی که حضرت نوح را قومش آزار میداد، پیامبرمان گفتند وقتی حضرت نوح را قومش که آزار میداد، آنچنان آزار دادند که پیامبر گفت چشم و دهان و بینی حضرت نوح پر از خون شدند. بعداً وقتی که قوم از زدن باز ایستادند، حضرت نوح در یک گوشه رفت و به سوی قوم نگاه میکرد. همون کسانی که سنگ برداشته و مشت برداشته حضرت نوح را میزدند، به سوی خدا هم دستش برداشت و گفت اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون. خدایا گفت همین قومی که لباسهای مرا پر از خون کردند، دهان و دندان مرا مجروح کردند، دعای من همین است که خدای همین قومی مرا مغفرت کن، زیرا که اونها چیزی را نمیدانند. اینا جاهلند، گفت اینا نافهمند. برای همین ما همون خواهری که در پیش ما این حقارت وزنینه و شوهر خود روا دید، ما از اون خواهر ملالم نشده، به خاطر اون جاهل بود، به خاطر اون نمیدانست که در این سخنهایی که در بالای شوهر میگوید فردا جواب دارد. فردا جواب دارد. چی جواب دارد؟ من الحال بعد این قصه را برای شما بگم. این خواهر گفتن که وقتی شوهرش زن دویم گرفت، ما را کن سبب گرفت و گفت بیاین رویم، برادرای همین زنی من به تو بسیار اخلاصی بلند دارد، شاید که همین پیش راه همین خواهرشون میگیرند، شاید همین خواهر شما را بیند و حیای کند و به خلاصه بیاید که در همین زن دویم گرفتگی من رازگی دهد. باز وای بیان میکرد که قسم به نام خدا در بهترین خانه زن اولم زندگی دارد. شما از زن من پرسان کنید که از همین مال دنیا چی کم بود دارد، فقط پرسید. مقصد همه دیگر تأمین است. با جوان چی میگفت؟ میگفت امروز زنها را میبینم که در کوچه ها بیراهگردی میکنند، امروز میبینم که اکثر جوانای ما رسیه رفتن، بعض بیناموساش زناشون هم دیگه به یادشان نمیزند. این زنهای کوچه کمتر بود که با زنهایی که در اینجا در نکاح داشتن رفتن اونجا با زنهای بیگانه قدی دست و بگردن کردن و این زنهای حلال خود فراموش کردن. زنها که بیشتر شده است خواستم که از زن بگیرم و شاید یک لحظه یک ذره در روی خدا خدمت شود. این زن میگردد میگوید که من چی کم بود داشتم که بالای من زن گرفتی؟ میگه چیز کم بود نداری تو، کم بود نیست، شکر ما برای تو شکر میگیم، شو زنی خوب، ولی امکانیتم شید زن گرفتم. دیگر گفتی اصطلاح های امروزه است و بیست نکرده و گفت همون زن دویم در دهنت فلان کنه. ببینید معامله را ببینید چگونه امروز بعضی از زنها شوهرها را از دهان حقارت میکنند. به نام خدا این چیزی نیست. شما من میدانم اکثریت شما این چیزا را شاید روبرو هم شیده باشید. دهن شوهر را نام بگیرند، در دهن پدر و مادرت فلان کنه میگن.
وقتی دهن فرزند خودش را تشنا میکند، فرزندی را که از داخل خودش گویا بیرون شده است، وقتی وای در دهنش تشنا میکند، برای او شوهر و برای او خسر و کشتامن چی است دیگر؟ قصه علامه جوزی ده بوده. خلاص این مرد میگه از دنیا گذشت و زن اول چیزی بیان نکرد که تو مردک زن گرفته. ما چی کم بود داشتیم که تو زن گرفتی؟ چرا زن گرفتی؟ نگفت، چیزی نگفت تا زمانی که مرد از دنیا گذشت. مرد از دنیا گذشت و بعدا این زن اول خزینه شوهرش را میکشد که 8000 دینار در صندوق شوهرش است. بعدا جستجو میکند، ایمان رو ببینید، جستجو میکند که همین زن دویمی همین کی بود. خلاص های زنها در جستجو میلیسه در پیش زن این چی است، ناز میآورد، خوب میآورد، همین نگاهت که نمیفهمد که زن داری یا نداری. اینقدر مثال ذکاوتشون بلند است. یافت، زن دویم یافت و بعد از آن از او پرسید زن فلانی تو هستی بود؟ گفت چرا؟ گفت من زن اول ایشان بودم و در دوام حیات فهمیدم که وای زن دویم گرفته است، ولی به خاطر که شوهرم آزار نیابد، به خاطر که آیت قرآن است فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، به خاطر که قرآن گفته است مرد 2 زن گیرد، 3 زن گیرد، 4 زن گیرد، قرآن اجازت داده است. من به خاطر آیت قرآن با شوهرم ستیزه نکردم، با شوهرم جنجال نکردم. خب امروز جستجو کردم که شما زن دویم ایشان بودید. من به خاطر آمدم که این 8000 دیناری که در صندوق شوهر من است 4000ش حق توست. برادر عزیز ایمان ابو بینه 4000 من حق توست. اون زن که زنی بسیار بسیار خدا ترا در رحمت شامل کند، این پول حق من نیست. گفت چرا حق تو نیست؟ گفت آخر این شوهر 6 ماه پیش از وفاتش مرا طلاق داده بود. ببینید 6 ماه پیش از وفات این مرد مرا طلاق داده بود. من دیگر زن او نیستم. مادامی که من در طلاق باشم، مادامی که من زنی بیگانه باشم، این 4000 دینار حق من نیست. گفت رو گو عاشق شود، حق توست. گفت افسانه است، باور کنین افسانه. امروز در امروزه عصر، در امروزه معامله هایی که ما میبینیم اینها افسانه میتابند. آدم حیرتی میشد نخواه که زن تا این اندازه را صداقت داشته باشد، تا این اندازه را احترام داشته باشد. نیت من قصه ام ایاس بود که افسوس که این گپ یک چیزی است که از یک نشکش میگیری دیگر طرف میره. قصه ام ایاس که دختری عوف فرزند محلم شیبانی که مادرش 10 نصیحت کرده بود. حاضر پیش از آنه که من این ام ایاس چگونه مادرش نصیحت کرده بود چندش دریافت کرده. من پیش از این قصه علامه جوزی گفته بودم که هر زنی که اگر احترام شوهر نمی کند، هر زنی که نسبت شوهر خود توجه خوب نداشته باشد با عذاب روبرو می شود. کدام عذاب؟ سوال ایتون دفته کدام عذاب؟
برادرای عزیز و گرامی، خواهر و مادرای مهربان، کودک‌ها از عذاب خدا می‌ترسیدند. زمانهای عصرهای پیش کودک‌ها از خدا می‌ترسیدند. من یک قصه کودکی را برای شما بیان می‌کنم. مالک دینار میگوید روزی به پیش یک کودک گذشتم، خرد بود، تا اندازه خرد بود که فقط زبانش گشاده بود، یعنی گپ میزد و با خاک بازی میکرد. خدا نکن تصور کنید که باید چند ساله باشد. گذشتم و وقتی از پیش گذشتم، نفسم به من گفت که بابای سلام نده، ولی اندک راه قدم زدم، گفتم آخه ای مالک، خود من میگه با مذمت کرد، ای مالک، آخه پیامبر به پیش کودکان میگذشت، کودکان را سلام میداد، تو چرا سلام نمیدی؟ میگه عمل پیامبر خدا باز وادارم کرد و پس گشتم و آمدم گفتم السلام علیکم و رحمت الله. این کودک نبود برادر عزیز، برای عبرت، برای درس دادن، او در صورت کودک بود، نامعلوم کی بود. چگونه پیامبر گرامی گفتن گاه وقت من شما را و تلبنده های در خانه هاتون روان میکنم که اونا فرشته‌اند، نه تلبنده. شما را سنجش میکنن، شما را همت تا نمیسنجند. مالک میگوید وقتی گفتم السلام علیکم و رحمت الله، این کودک میگوید در جواب گفت و علیکم السلام و رحمت الله یا مالک، ای مالک، و علیکم السلام و رحمت الله. مالک میگوید وقتی نامی مرا گرفت این کودک، که این کودک به من آشنایی نداشت، شناسایی نداشت، از کوچه من نبود، از شهر من نبود، میگه در جواب گفتم من عین عرفتنی، از کجا مرا شناختی که من مالک هستم؟ میگه این کودک گفت شناسان مرا آن ذاتی که هرگز نمیرد. مالک میگه این جوابی که از این کودک شنیدم در وجود من یک تأثیر خیلی کلان رسانید و از او پرسیدم فرزند عزیز، نفس از عقل چی فرق دارد؟ نفس از عقل چی فرق دارد؟ این کودک میگه در جواب گفت وقتی که تو به پیش من میگذشتی، نفسی تو را نگذاشت که مرا سلام تی، ولیکن عقلی تو را وادار کرد که بر من سلام بده. مالک میگوید گفتم چرا با خاک بازی میکنی؟ اصلا با این معرفت، با این دانش، با این ذکاوت تو با خاک بازی داری؟ میگه در جواب گفت منها خلقناکم و فیها نعیدکم، از همین خاک آفریده شدیم، با در همین خاک بشویم. برادر عزیز، ذکاوت کودک ببینید، دانش کودک ببینید، در صورت کودک بودن، از خاک آفریده شدیم، باز در خاک میرویم. گفتم من تو را میدیدم که با خاک بازی میکردی، گاه میخندیدی، گاه گریه میکردی. سبب در چی بود که گاه میخندیدی، گاه گریه میکردی؟ میگه کودک گفت وقتی که رحمت خدا به یاد میآمد خنده میکردم، وقتی که عذاب خداوند به یاد میزد گریه میکردم. برادر عزیز، کودک میگوید که عذاب خدا به یاد میزد گریه میکردم. مالک میگوید گفتم آخر تو کودکی، تو به بلاغت نرسیدی و تو از جوانهای اهل جنتی
در جنت سیر میکنید. آخه جنت خدا در اختیار شما نابالغ‌ها داده است. اگر خدا در همین نابالغی جان تگیرد، و چرا از عذاب خدا میترسید؟ گفت مالک قصه محمد را با فرزند ابراهیم 16 ماهش فراموش کردی. برادر عزیز، وقتی ابراهیم فرزند ماریای قبطیه بود، یعنی از بچه پیامبر بود، 16 ماهه بود، وقتی که پیامبرمان اون ابراهیم میبرد در درون خاک در لحد میگذاشت و سوی ابراهیم 16 ماهه حساب کرد که 1 ساله و 4 ماهه چی گفت؟ گفت ابراهیم وقتی که اگر منکر و نکیر آمده و تو را پرسند من ربک، خدای تو کیست؟ بگو ربی الله، خدای من الله هست. اگر از تو بپرسند ما دینک، دینو چیست؟ بگو دین اسلام، بگو دین من اسلام است. وقتی از تو پرسند ابراهیم و من نبیک، پیامبرت کیست؟ بگو ابی محمد صلی الله علیه و سلم، بگو پدر من محمد صلی الله علیه و سلم است. این کودک میگوید گفتم وقتی که ابراهیمی 1.5 ساله را پرسند آیا دیگر چی جای خوف نباشد، چی جای ترس نباشد؟ برای عزیز، برادرای مهربان، این عبرت، این حکایه، این گفتگوی مالک با این کودک معنای او را دارد که کلان خوردی ما از خدا ترسیم، کلان خوردی ما باید از خدا ترسیم. من چرا قبلا ها میگفتم اگر زن خدا ترس باشد مرد استراحت کرده میگردد، یا اگر مردم خدا ترس باشد زن همیشه در آرامش قرار دارد. اسامه میگوید از پیامبرمان حکایه میکند، حدیث متفق علیه است، چی صحیح بخاری، چی صحیح مسلم، چی سنن نسائی، چی سنن ابو داود، چی جامع ترمذی، چی بیهقی و چی بزار و چی عبدالرازق و دیگر محدثایی که هستند، همه در کتاب‌های خدا آوردند که پیامبر گفتند قمت على باب الجنه فاذا عامة من دخلها المساکن. روز قیامت نزد دروازه جنت می ایستم و آن منظره قیامت پیامبر گرامی از باب معجزات است. در اصل خود گفت نزد دروازه جنت می ایستم و آن عامه که در جنت می درآیند اینها مسکین ها و فقیر هاست. پیامبر گفتند غیر اصحاب الجد محبوسون و اصحاب الجد محبوسون غیر انهم اصحاب النار قد امر بهم الى النار. لیکن گفت آن ثروتدارها، آن مالدارهایی که در دنیا سرکش بودند، از مال خود حق جدا نمی‌کردند، اونها را خدا حبس کردگی بود، اونها را خدا حبس میکند. برای اونها تا حال اجازتی داخل شدن در جنت نبود. قمت على باب النار فاذا عامة من دخلها النساء. پیامبر گفت نزد دروازه دوزخ می ایستم، لیکن اکثر آن کسانی که در دوزخ می درآیند از طایفه زنان است، از طایفه زنان. من این 45 دقیقه‌ای که از قصه های زنهای گذشته، ترس اونها از خدا بیان کردم، قبلا که به خاطر اون که
خواهر و مادرای عزیز، مادرای اساسی باشین، مادرای خوب باشین. بگذار در تاریخ در نام شما به خوبی ها شود. بگذار از ذهن مردم خوبی های شما اصلا دور نشود. امی عیاض تویش رفته ایستاده بود. قبیله کیندر رئیسش این امی عیاض در نکاح خود در آورده بود. امی عیاض که مادری با فهم و مادری خدا ترس داشت، دخترش امی عیاض فریاد زد، گفت امی عیاض اگه فردا تو را به خانه شوهرت میبرند، قسم فرزند عزیز تو بسیار عزیزی، تو بسیار مهربان، تو میوه دل منی، خوشی های تو خوشی های من است، سختی های تو سختی های من است. دختر عزیز فراموش نکن که زناشویی قانون خداست، زناشویی قانون خداست و خداوند زن را برای مرد و مرد را برای زن آفریده است. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. مرد برای زن است و زن برای مرد است. دختری عزیز اولا در این کار راضی باش. اگر چنده که من تو را جوانم شوهر داده باشم، تا از مادرت خفه نشو. برادرای عزیز، العجلة من الشیطان، سراسیمگی از شیطان است. الا فی 5 مواضع فانها من سنن رسول الله صلی الله علیه وسلم. سراسیمگی از شیطان است، ولی در 5 حالت اگر انسان ها سراسیمه شوند، سنت از سنت های پیامبر زنده کردند. یکم اطعام الضیف اذا نزل. مهمان آمد، اولین کاری که ما از سنت باید اجرا کنیم این است که دسترخوان درو پنتاییم، درو آنچه از طعام داریم درو حاضر کنیم. و تجهیز المیت اذا مات، وقتی که زنده های ما که مردن، ما باید درو و یا برای گور و چوب کردن درو کوشش کنیم. حالی بچهش از رسیه می آید، حالی خواهرش ای خوجن می آید، حالی بچه امکیش ای حصار می آید، اینا رو دور کنیم. آمدن اونا یگان تغییرات در این پیدا نمی کنند مگر خلاف سنت می شود. آیا اصحاب پیامبر خیش توانه داشتند که پیامبر از دنیا می گذشت تا اندازه مبالغه کردند که بدنش خنک نشده و قبر برید؟ یک شب 2 شب من میکنیم، اون ناراحت میشه از ما و شما. سیوم پیامبر گرامی گفتند و تزویج البنت اذا بلغت، وقتی که دخترهای شما به بلاغت رسیدن درو شوهر شدید. برادر عزیز، درو شوهر دید. شما میدانید که اگر کمتر تأخیر کنین چه حادثه ها می شود. شما میدانید که وقتی که اگر تا چند که ایستاد، با سبب بی آبرویی و سبب مشکلات اون خاندان می شود. فقط آدم خوب جستجو کنیم. برای 4 تنگه یک آدم که مالدار باشه، خاندار باشه، ماشیندار باشه، منصبدار باشد، نه، آدمگری داشته باشه، خدا ترسی داشته باشه. شیخ سعدی میگفت رهی راست بایدد نه بالای راست، که کافر هم از روی صورت شماست. امی عیاض مادرش گفت دخترم اکو ماندن نشو که من تو را جوان شوهر دادم.
من یگان سراسیمگی نداشتم مگر به خاطر سنت رسول اکرم. ولی این را برای تو گفتنی هستم که تو 18 سال یا 17 سال در این آشیانه های من پرورش یافتی و امروز به خانه می روی که کوچه او، هر یک اتاق او، هر یک رفت او تماما جای ناشناخته است، برای تو شناسایی ندارد. ولی فرزند عزیز، کجایی که روی اگر در اونجا 10 نصیحتی که من میکنم اگر تو اجرا کنی، همین احترامی که در خانه پدر و مادر داری، همین احترام در اون خانه تو پیدا میکنی. مادر آغاز کرد، یکم گفت فرزند عزیز، قناعت. مادرای عزیز، دخترها را پیش از شوهر دادن شینانید، نصیحت کنید. پیش از 50-100 تا کرتا و پاچه خریدن، پیش از 3 ماه ارتیس از کس کردن، دخترک تا در پیشت شینان. هزار اگر تمام محله را اگر قایل کنی، تمام مردم اگر از نان و آب سیر کنی، اگر دختری تو بی فراست باشد، اگر دختری تو بی اندیشه باشد، اگر دختری تو نصیحت از مادر گرفتگی نباشد، همه این خرسندی های تو به مصیبت مبدل می شود. همه اینا مصیبت بالای تو می شود. مثل همین مادری که ام ایاسه دختری خدا از روی محبت داشتن به خدا و بر رسول و به زندگی دختری خود نصیحت کردن، نصیحت کن. یکم دختری عزیز، با قناعت باش. هوس‌های بیجا مکن. شاید مادر میگن، شاید هوس‌های بیجای تو، شاید آن طلباتی که تو از شوهر میکنی، شوهر تو در این طلبات تو عاجز آید و این زندگی شیرین تو به تلخی، به کام تلخی کشیده شد. یکم قناعت داشته باشید. دختری عزیزم، قناعت چیست؟ پیامبرمان چی گفتن؟ لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنی النفس. مال داشتن بسیار این بایی نیست. گفتن شما بای با دولت، آن کسی که مالی بسیار دارد وی نگوین، آن کسی که نفسی سیر دارد وی باید گفت. پیامبر بسیاری از مالدارهایی هستند که میلیون جمع کردن تا حال سیر نکردن. نفس ها، چشم ها گرسنه‌اند. همون حریصی و همون گویم که دواده و همون گرسنه چشمی اونها را هلاک میکند. اونها بایی نیست. گفتم پیامبر مگر نفس وقتی که بای باشد، وقتی که نفس قناعت داشته باشد وی بای است. گفتن وی ثروت دارد. دختری عزیز گفتن نفست سیر باشد، هوس‌های بیجا نکن، هرچی از شوهر طلب نکن. شاید که این شوهر امکانیتش نرسد، شاید دستش نرسد، شاید برای آن هوسی تو را به جا آوردن جایهای رود که عاقبت این زندگی تو یا در جدایی یا در تلخی کشیده شود. آیا همه را شما در عقلهای خودتان گویم انالیز کنید؟ بسیاری از زنها آنچنان طلب میکنند که همون امکانیت شوهرها ندارند.
فقط در کوچه وقتی که در زنهای دیگر میبینن، ولی درآمد و کاروبار اون مرده که به نظر نمیگیرن. در دنیا خداوند همه را یک خیل آفریده است. شما با 5 پنجه 5 انگشت نظر کنین، کسی را خدا بای کرده است، کسی را میانه داده است، کسی را گدا کرده است، کسی را چیزی نداده است. و وقتی که خواهرای ما، مادرای ما در دستهای دیگر زنها چله میبینن، گردنبند میبینن، یا در خانه های اونها دسترخوان های با دبدبه میبینن، توی های با حشمت میبینن، همون از شوهرها طلب میکنن. این مادر گفت دخترم زینهاری به زینهار این طلب نداشته باشی، فقط و فقط قناعت را پیشه گیر. زیرا پیامبر در حدیث های مبارک میگفت علیکم بالقناعه، و همه شما ای مردها و زنها قناعت لازم و در کار است. فإن القناعه مال لا ينفد. زیرا پیامبر میگوید قناعت مالی است که تمام نمی شود. یک مالی هست که تماما تمام نمی شود. خوش به حال بعضی از برادرایی که ببینید چیزی که خدا با اونها داده است، خواه کم خواه زیاد، میگد خدا را شکر، خدا را شکر. خدا همین از بالای من لایق دید است، من راضی هستم، من شکرانه میکنم. یکم دختری عزیز چی باش؟ قناعت داشته باشی. باور کنید بسیاری از زنها از بی‌قناعتی، از راضی نشدنی دسترخوان خاندان به جنگ‌ها و به روزهای بد میرسند. وقتی دختری حضرت علی رضی الله عنه را، ام کلثوم را خواستن به عمر دهند، عمر رضی الله عنه، شما میدانید که یکی از دخترهای حضرت علی ام کلثوم در دست حضرت عمر بود. از او فرزندم داشت، یک فرزند داشت، داماد حضرت علی بود. میگه وقتی ام کلثوم خواستگاری رفتن، حضرت عمر اکو هممون میدانیم که چگونه خلافت 10.5 سال کرسی خلافت از زینت دادن، ولی در صندوق ایشان از مال دنیا چیزی باقی نماند، چیزی در صندوق نداشتند. وقتی از دنیا گذشتند، وقتی که از دست ابو لؤلؤ مجوسی کشته شد، بعضی تاریخ ها میگویند که حضرت عمر 40 درهم قرضدار ماندند که قرض او را پرداخت کردند. در خلافت بودند. وقتی ام کلثوم برای نکاح کردن رفتن، ام کلثوم اول گفت که من نمیگیرم حضرت عمر. گفتن چرا نمیگیری؟ گفت آخی او اصلا در دسترخوانش نان گندمی نداره، فقط نان جوی داره. من به نان جوی او گفت شاید طاقت نکنم، شاید قوتم در گویم برداشت همون دسترخوان حضرت عمر نکنه. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان این عبادت را از ما قبول بگردان. خدایا این ماه مبارک از ما قبول بگردان. خدایا گذشته های ما را رحمت و مغفرت بفرما. خدایا ذات تو داناست که من فقط و فقط آنچه از آیت قرآن، حدیث رسول، قصه های این زنهای پاک دامن بیان کردم، فقط و فقط برای اصلاح خواهرها و مادرهاست. خدایا مادرها و خواهرای ما را اصلاح بگردان. خدایا در دل خواهر و مادرای ما اولا هیبت خودت،
محبت رسول است، محبت قرآن و شریعت را و محبت و احترام شوهر را خدای جاگیر کرد. خدایا برای زنها، برای مادرهای ما چنان توفیق ده که وقتی که جان به خداوند می سپارند، جان به جبار می سپارند، شوهرهای اونها در حالت رضا باشند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب. خدا با جمعه آینده من دوام این قصه را بیان میکنم، ولی روز دوشنبه همگان ما و شما آگاهی داریم که عید رمضان در این کشور ما و شما قدم میگذارد، با نور خودش این جمهوری ما را روشن میکند، با قدوم خودش چندین شخصانی که مسجد ندیده بودند به مسجد می آیند، چندین کسانی که طریق خواندن عید نمیدانستند پیش از آمدن الک طریق خواندن عید یاد میگیرند. و اعلان شد که ساعت 8 مسجدهای شهر نماز عید میخوانند. اگر از 7:30 نماینده های حکومت به خاطر تبریکات ما و شما اگر بیایند، از 8 الکی نماز عید خوانده می شود. پیش از آمدن به عید شما می دانید که مسواک زدن در کار و چیز خورده آمدن در کار، یعنی چیز میخورین، یکان شیرینی استفاده برین و بعدا به عیدگاه بیایین. عیدگاه آمدن هم معلوم است که لباس هایی که گویم که در داخل همون خلطچه ها محکم کردگی، نه لباس های عیدانه که ما داریم،